آیا به دنبال فرصت‌های تحصیلی استثنایی هستید؟ UWC به دانش آموزان با استعداد از افغانستان بورس‌های ویژه‌ای ارائه می‌دهد. اگر شما هم در جستجوی راهی برای تحصیل در مدارس بین المللی با حمایت UWC هستید، این ویدیو مخصوص شماست. ما در این ویدیو به شما اطلاعات کامل و دقیق درباره بورسیه‌های UWC برای افغان‌ها را ارائه خواهیم داد. با ما همراه شوید تا از فرصت‌های شگفت‌انگیز بهره برداری کنید و آینده‌تان را بسازید. برای دریافت اطلاعات دقیق و مفید، ویدیو را تا انتها تماشا کنید. تمام مطالب و معلومات کامل این بورسیه تحصیلی را همراه با شما دوستان عزیز در این ویدیو معلوماتی به اشتراک می‌گذارم. قبل از اینکه بخوایم ویدیو خود آغاز کنم، شما دوستانی که جدید در کانال ما عضو شدین حتما دعوت می‌کنم که کانال دانش محور را سابسکرایب کنید تا از ویدیوها و آموزش‌های بعدی کانال ما هم با خبر باشین و همچنین برای حمایت بیشتر ما میتونید ویدیوی ما را لایک کنید تا با لایک کردن شما دوستان عزیز ویدیو ما بر دوستان دیگر هم نمایش داده شود و همچنین نظریات و سوالاتی که براتون خلق نشه میتونید در قسمت کامنت از ما بپرسین و اگر ویدیو براتون مفید واقع شد حتما با دوستانتون به اشتراک بگذارین که اونم بتونه استفاده کنه. در ویدیو معلومات کامل در مورد بورسیه‌های UWC که برای دانش آموزان افغان میباشه بر سال 2025 معلومات را جمع آوری کردیم و تمام معلومات در ویدیو همراهتون به اشتراک میگذارم. البته این بورسیه فعلا ثبت نامش آغاز نشده، یعنی در تاریخ 20 سپتامبر 2024 آغاز میشه. خب در بخش اول جزئیات کامل این پروگرام همراه با شما دوستان عزیز به اشتراک میگذارم. جزئیات کامل پروگرام، افراد واجد شرایط هم میتونه با عنوان در این بورسیه ثبت نام کنه و همچنین میتونه آقایان یا پسران. مقطع تحصیلیشان برای دوره مکتب می باشه، مخصوص برای دانش آموزان صنف 11 و 12 کشور واجد شرایط افغانستان. زبان تدریسیشان انگلیسی می باشه. مدت دوره یا دوره کل آموزششان 2 سال است. نوعیت برنامهشان کاملا رایگان و برنامه‌های جزئی هستند و همچنین شروع ثبت نامشان 20 سپتامبر 2024 می باشه و زمانی که ثبت نامش آغاز شد ما ویدیوی نحوه ثبت نام این بورسیه تحصیلی را هم از طریق همین کانال به اشتراک میگذارم. و در مرحله بعدی معیارات متقاضیان، کسایی که میخواد در این بورسیه ثبت نام کنه باید چه معیارات را داشته باشه. سنشان بین 15 تا 17 سال باشه. تاریخ تولدشان بین 1 آگوست 2005 تا 15 آگوست 2009 باشه. متقاضیانی که میخواد در این بورسیه ثبت نام کنه در این قسمت معیار سال تولدشان را هم مشخص کرده و در بالا هم سنشان را مشخص کرده که متقاضیان باید بین این سنین باشه. مدارک مورد نیاز مانند تذکره معتبر و پاسپورت معتبر افغانستان را باید متقاضیان داشته باشه. بدون این اسناد نمیتونه ثبت نام خود کامل کنه. اطلاعات تماس یا اطلاعات ارتباطی متقاضیان باید به صورت دقیق باشه. ایمیل آدرس و شماره تلفنشان باید معتبر باشه و همچنین اینا از جمله اسناد ضروری هستن یا نکات ضروری هستن به خاطر اپلای کردن در این بورسیه که برای دانش آموزان صنف 11 و 12 از طرف سازمان UWC اعلان شده. تمامی مراحل درخواست به زبان انگلیسی انجام می شود و متقاضیان باید مدرک خوبی از زبان انگلیسی داشته باشه. متقاضیان مجبور است که باید انگلیسی را هم یاد داشته باشه. بدون از اینکه انگلیسی یاد داشته باشه خیلی به مشکل برمیخوره، چون زبان تدریسشان هم به انگلیسی است و همچنان باید فرم هم به صورت انگلیسی تکمیل کنن. و در بخش بعدی هم گفتم ممنوعیت کمک خارجی درخواست باید به صورت کامل توسط خود متقاضی تکمیل شود. در این قسمت یادداشت یا نکته را ارائه کرده که باید خود متقاضیان این درخواست ارائه کنه. احتمال داره مصاحبه گرفته شود، آزمون هایی که گرفته میشه باید بدون کمک خارجی، بدون کدام همکاری از طرف کدام شخص دیگر باید خود متقاضیان بتونه اما برنامه هایشان را به صورت منظم پیش ببره. خدمات حمایتی برای دانش آموزان: کمک مالی 70% از دانش آموزان کمک های مالی کامل یا جزئی میگیرند. در این قسمت ارائه کرده رفاه UWC بر رفاه و پیشرفت دانش آموزان اهمیت میدهند. مراقبت های معنوی UWC به کمک معنوی برای سازگاری دانش آموزان با زندگی در دور از خانه توجه میکند. خب در این قسمت بعضی برنامه ها و پلان هایی را که خود این سازمان آموزشی در نظر داره ای است که بعضی امکانات و ویژگی های خاص را برای پیشرفت دانش آموزان فراهم میسازه. از قبل برنامه‌های آموزشی تمام روش‌هایی که بتونه در بخش آموزش و پرورش این دانش آموزان مفید واقع شه و اینا ازش استفاده میکنه و بر علاوه به خاطر از اینکه متقاضیان شاید بار اولشون باشه که از فامیلشون جدا میشه، بنابراین اینا برنامه‌هایی را در نظر میگیره که متقاضیان بتونه در کشورهای مختلف در کالج‌های مختلف بتونه سازگار با محیط باشه و از لحاظ روحی اونا احساس کمبودی را نداشته باشه. بنابراین همچنین برنامه‌هایی را مد نظر دارن و همچنین در این بخش بعضی پرسنل های حمایتی را در نظر گرفته به خاطر از اینکه متقاضیان
احساس کمبود نکنه و همچنان بتونه نیازهای خود رفع بسازه و همچنان بعضی اشخاص را تعیین کرده تا بتونه برنامه‌های مفیدتر و برنامه‌های سالمتر برای دانش آموزانی که در این پروسه راه پیدا میکنه برای از فراهم بسازه. در این بخش گفتم مسئولان سلامت و رفاه چند بعضی اشخاص را به خاطر سلامت و رفاه و برنامه‌های سلامتیشان در نظر گرفته. در این بخش به خاطر از اینکه متقاضیان احساس کمبود یا نبود والدین خود را احساس نکنه، بعضی سرپرست‌ها را برشان در نظر میگیره که بتونه مشکلاتشان حل کنه و احساس کمبود نداشته باشه. مشاوران و پرستاران در این قسمت برترین مشاوران و پرستاران به خاطر نظارت و همچنان رفع نیازمندی‌های دانش آموزان مد نظر میگیرن. گروه‌های حمایتی و همسالان در این بخش بعضی برنامه‌ها و بعضی سازمان‌ها یا گروه‌های کوچکی را اینا در سازمانشان در کالجشان شکل میده تا بتونه دانش آموزان جدید با شرایط و برنامه‌هایشان آشنا شوند. روانشناسان و روان درمانگران ماهر را اینا استخدام میکنه تا بتونه نیازمندی‌های این دانش آموزان رفع بسازه و برای دانش آموزان به هر نحوی که میشه بتونه اینا همکاری کنه. و در بخش بعدی هم گفته دسترسی به خدمات بهداشتی در دانشگاه و محل زندگیشان. در این بخش تمام موضوعات صحی را اینا در نظر میگیره و تمام امتیازات خدمات بهداشتیشان هم از طرف این سازمان پوشش داده میشه. متقاضیان و افراد واجد شرایطی که در این بورسیه تحصیلی راه پیدا میکنن کدام مضامین را در جریان 2 سال تحصیلیشان، خب مضامینشان مختلف است. در این قسمت مضامینشان نام گرفته که 6 موضوع یا 6 نکته اساسی را ترتیب کرده. هر کدام از مضامین را که اینا در نظر گرفتن چندین شاخه داره و هر شاخه‌های مختلف را برای دانش آموزان تدریس میکنه. در بخش زبان ادبیات هست، بخش ریاضیات یا علوم ساینسی شامل میشه، بخش ریاضیات در بر گرفته، بخش هنر که در بخش‌های مختلف هنر اینا مضامین را تدریس میکنه. در بخش علوم که شامل فیزیک، بیولوژی، کیمیا و تمام موضوعاتی که شامل بخش علوم میشه تدریس میکنه. بخش افراد جوامع منظورشون از افراد جوامع مضامین را تدریس میکنه که مربوط به جغرافیا، تاریخ، فرهنگ و موضوعات مختلفی میشه در این قسمت تدریس میکنه. و در بخش بعدی یا مضمون ششمی را که برای متقاضیان تدریس میکنه فراگیری زبانهای خارجی، یعنی زبانهای خارجی را هم برای محصلین خود اینا تدریس میکنه. بر علاوه او 6 نکته یا 6 موضوعی که قبلا ذکر کردم 3 بحث دیگر هم برای متقاضیان یا دانش آموزان خود اینا تدریس میکنه. مقاله های بلند یا extended essay تدریس میشه، نظریه شناخت یا هم theory of knowledge و همچنان خلاقیت، فعالیت و خدمات برای متقاضیان تدریس میشه. این 3 بحث را هم در جریان تحصیل برای متقاضیان تدریس میشه. رضایت والدین در این قسمت برای متقاضیان ذکر شده که باید والدین متقاضیان یا والدین دانش آموزانی که میخواد در این پروگرام آموزشی ثبت نام کنه و راهی کشورهای مختلف و کالج‌های مختلف شوه، اونا باید رضایت نامه والدین خود داشته باشه. با وجودی که گفته این بورسیه یا بورسیه UWC برای یک برنامه 2 ساله اقامتی هست، یعنی اینا برای 2 سال باید در کشورهای مختلف و کالج‌های مختلف اینا اقامت میگیره و تحصیلات خود کامل میکنه. و همچنین گفته با اتاق‌های جداگانه برای دانش آموزان پسر و دختر، یعنی اتاق‌هاشون جدا هست و تایید والدین برای بررسی درخواست ضروری است. اگر بخواید شما درخواست یا اپلای کنید در این بورسیه، رضایت نامه والدین تان 100% ضروری میباشه. بدون رضایت نامه والدین تان شما نمیتونید در این پروسه ثبت نام کنید. و همچنین در بخش بعدی گفته بعضی مسئولیت‌هایی را که باید متقاضیان در عهده بگیره، چون ما قبلا گفتیم که این بورسیه 70% است و بعضی مسائلش را باید خود متقاضیان یا اشخاص واجد شرایط باید پوشش بده که در این بخش چند نکته را بیان کرده. گفتم مسئولیت دریافت مدرک سفر مانند پاسپورت، ویزا و غیره به عهده دانش آموزان است. یعنی سازمان UWC در این بخش کدام برنامه‌ای را مد نظر نگرفته که مثلا در بخش ویزا اینا همراه شما همکاری کنه. و بخش بعدی ذکر کرده UWC تضمینی برای صدور ویزا نمیدهد و در صورت عدم دریافت ویزا پذیرش لغو میشه. در این قسمت چون مشخصا واضح کرده برای ما و شما گفته که در بخش صدور ویزا کدام فعالیت را انجام نمیده، اگر شما موفق به دریافت ویزا نشدین پذیرش یا درخواست شما با وجودی که پذیرفته شده باز هم لغو میشه و شما از لیست واجد شرایط حذف میشین. در بخش بعدی هم گفته به دلیل نبود خدمات کنسولی در کابل ممکن است نیاز به سفر به کشور همسایه داشته باشین به خاطر دریافت ویزایتان. خب این مسئولیت‌هایشان هم به عهده خودتان است. این نکته هم مربوط به خود متقاضیان میباشه که باید به خاطر دریافت ویزایشان و همچنان به خاطر پیشبرد کارشان مجبور شوند به کشورهای همسایه بره و در این بخش هم اینا کدام فعالیت یا برنامه را مد نظر نداره.
و در قسمت آخر تمام این موضوعات جمع کرده گفت بر عهده شما و خانواده تان است و کمیته ملی افغانستان کمک نمی‌کند. یعنی تمام برنامه‌ها یا تمام کارا را باید خودتان انجام بدین. هیچ گونه همکاری از طرف این سازمان آموزشی برای متقاضیان نمیشه. و در بخش بعدی هم لیست کشورهای میزبان است که شما البته لیست دانشگاه‌هایشان هم موجود بودن که من لیست دانشگاه‌هایشان نآوردم، فقط لیست کشورهایشان آوردم. اگر متقاضیان نیاز داشتین باز میتونید در قسمت کامنت درخواست کنید، من براتون ارائه میکنم. خب در این قسمت لیست کشورها رو مشخص کرده که کشورها به صورت منظم خودتون میتونید بررسی کنید: سنگاپور، تایلند، نروژ، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، آفریقای جنوبی و چندین کشور دیگه مثل ارمنستان، کاستاریکا، چین، هلند، بریتانیا، کانادا و تمام کشورهای دیگر که در قسمت لیستشون میتونید به صورت منظم خودتون بخونید. و اگر گفتم نیاز به لیست دانشگاه‌ها داشتین هم براتون ارائه میکنم. در بخش بعدی مدارکی را که متقاضیان به خاطر اپلای کردن در این بورسیه نیاز دارن کدام مدارک می باشه؟ مدارک اول یا مدرک اولی که متقاضیان نیاز داره به خاطر اپلای کردن تذکره می باشه. بخش بعدی پاسپورت یا مدرک سفر که پاسپورت لازم است. و همچنین در بخش بعدی ذکر کرده عکس متقاضی باید در 6 ماه گذشته گرفته شده باشه. یعنی اگر عکس متقاضی بیشتر از 6 ماه شده باشه ازش استفاده نکنید، کوشش کنید معیارات رو که اینا در نظر گرفته ازش استفاده کنید. و همچنین دوستان عزیز این نکته رو همراهتون شریک میکنم. دوستانی که میخواید در این بورسیه ها اپلای کنه حتما قبل از اینکه بخواید در این بورسیه ها اپلای کنید یک تحقیق کامل در مورد شرایط، مدارک و تمام نکاتی که این بورسیه نیاز داره او را شما بررسی کنید. میتونید ویدیوی ما را نگاه کنید، تمام مشخصات ما هم در ویدیو گنجانیدیم. احتمال داره بعضی نکات اساسی از پیش جا مانده باشه، شما میتونید با تحقیقات خودتون به اون نکات هم دسترسی پیدا کنید. و در بخش بعدی هم گفتم مدارک تحصیلی. در این قسمت مدارک تحصیلی منظورشون هر دستاورد تحصیلی که شما داشته باشین مثل دیپلم، مدارک افتخاری و یا توصیه‌نامه، هر برنامه یا هر دستاورد علمی را که دارین شما میتونید همراه خود داشته باشین و ازش در قسمت ثبت نام استفاده کنین. بخش بعدی گفته گزارش تحصیلی، رزنمرات سال تحصیلی جاری، نسخه اصلی و ترجمه انگلیسیشون. متقاضیانی که میخواید در این بورسیه ثبت نام کنه، مثلا شما دانش آموز صنف 12 هستید، باید نتایج صنف 12 امسالتان را همراه با ترجمه اصلی و متن اصلیش را داشته باشین تا بتونید ثبت نامتون رو کامل کنید. مثل رزنمرات منظور شما اطلاعنامه ما و شما هست که او را به زبان انگلیسی و فارسی همراه با خود داشته باشیم تا بتونیم اپلای کنیم. و در بخش بعدی هم گفته گزارش تحصیلی، رزنمرات سال تحصیلی گذشته. متقاضیانی که میخواید در صنف 12 ثبت نام کنه باید اطلاعنامه صنف 11 خود داشته باشه و همچنین کسای صنف 11 میخواد ثبت نام کنه باید رزومه یا اطلاعیه صنف 10 خود داشته باشه تا بتونه در این بورسیه ها اپلای کنه، البته انگلیسی و سافت اصلیشون. در این بخش بعدی هم معیارهای انتخاب شدن به زبان ساده همراهتان شریک ساختیم که اینا به اساس کدام معیارات متقاضیان انتخاب میکنه. در بخش اول گفته کنجکاوی و انگیزه، علاقه واقعی به یادگیری در مورد جهان و توانایی تحلیل مسائل مختلف را داشته باشه متقاضیان. در بخش بعدی هم گفته تعهد، بررسی و تأمل در ارزش‌های خود و خانواده و توانایی عمل به این ارزش‌ها به طور اخلاقی و شجاعانه. دوستان در این بخش این معیارات چه وقت اونا ارزیابی میکنن؟ زمانی که متقاضیان ثبت نام میکنه، اینترویو گرفته میشه، شاید بعضی آزمون‌ها گرفته شود یا هم در قسمت مصاحبه ازشان این نکات در نظر بگیرین که این بر اساس همچون نکات شما را انتخاب میکنه یا هم رد میکنه. پس این نکات در نظر داشته باشین. در بخش بعدی گفته توانایی اجتماعی، توانایی برقراری ارتباط مؤثر و مؤدبانه با دیگران و همکاران برای پیدا کردن راه حل ها. اینا از جمله معیارهایی هست که باید متقاضیان داشته باشه. در بخش بعدی هم ذکر کرده تاب آوری و صداقت، مراقبت از خود در شرایط سخت و پیروی از اصول UWC با فروتنی و آمادگی برای گوش دادن. در این قسمت به صورت واضح بیان کرده که متقاضیان باید تابع یا هم تمام نکات و تذکراتی را که از طرف سازمان UWC برای متقاضیان ارائه میشه اونا رو باید به صورت درست انجام بده و همیشه آماده و مراقب باشه که تا از این شرایط پیروی کنه. و در بخش بعدی هم گفته انگیزه برای مشارکت فعال در UWC و ترویج اصول آن. در بخش بعدی هم به صورت واضح برای شما بیان کرده که باید انگیزه خیلی عالی داشته باشه تا بتونه در این برنامه راه پیدا کنه. جهان سپاس از توجه همه شما دوستان و همراهان عزیز. تمام نکات و موضوعاتی که باید متقاضیان قبل از اینکه بورسیه آغاز شود
مورد نیازشان بودن ما در این ویدیو جمع کردیم، جمع بندی کردیم، تمام نکات را براتون ارائه کردیم. اگر میخواین در این بورسیه کامیاب شوین و شانس کامیابیتون رو بالا برین، پس نکات و موضوعاتی که ما در ویدیو تهیه کردم حتما در نظر داشته باشین. اسنادتان قبل براتون تهیه کنید. اگر پاسپورت ندارید بر پاسپورت اقدام کنید. اگر تذکرهتان مشکل داره بر تذکرهتان اقدام کنید. اطلاعنامه صنوفی قبلیتان را دریافت کنید. اطلاعنامه فعلیتان را داشته باشین. تمام نکات آماده کنید. تاریخ 20 شروع ثبت نامش است و ما از طریق می کانال نحوه ثبت نام بورس تحصیلی را هم همراهتون به اشتراک میگذاریم و اگر فعالیت های ما براتون مفید واقع میشه حتما کانال ما را سابسکرایب کنید که از ویدیوها و آموزش های بعدی کانال ما هم باز نمانید و به خاطر حمایت بیشتر ما حتما ویدیوی ما را لایک کنید که با لایک کردن شما دوستان عزیز ویدیوی ما بر دوستان و مخاطبان بیشتر نمایش داده شود. کسانی که دنبال فرصت های تحصیلی شبیه به این بورس های تحصیلی هستند و همچنان سوالات و نظریاتتان میتونید در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارین. باز هم سپاس از این که تا آخر با ما بودین. موفق و پیروز باشین. وقتتان خوش.